سید علی خامنه‌ای 85 ساله دومین رهبر مذهبی مردم ایران که 35 سال می شود زمام امور این کشور را به دست دارد. مردی با صلابت، تندخو، به شدت مذهبی و مبارز. علی خامنه‌ای با ایران چه کرد که اکنون بعد از او مردم باید خوشحال باشند یا غمگین؟ و آیا علی خامنه‌ای حق تعیین جانشین را دارد؟ رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردند. سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در طی 35 سال سلطه‌اش در این کشور اکنون ایران را در بالاترین سطح تنش با اسرائیل قرار داده و نام او در بین رهبران جهان یکی از پرتکرارترین نام‌ها است. پس از فوت آیت الله خمینی در صندلی او نشست و 35 سال هست که بر این مسند تکیه زده است. آقای خامنه‌ای پس از رؤسای کشورهای گینی استوایی، کامرون و اوگاندا پنجمین حاکم در بین کشورهای دنیاست که طولانی‌ترین زمامداری را در حال حاضر تجربه می‌کند. در دوره طولانی مدت زمامداری او، جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهای روبرو بوده است. اما در سالهای اخیر میزان نارضایتی‌ها از عملکرد جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است و اعتراضات خیابانی در یک دهه اخیر بیش از گذشته بوده است. در شرایط امروز ایران صحبت از بحران مشروعیت با کاهش دید رضایتمندی از عملکرد حکومت است و منتقدان هویت و درباره بیماری آقای خامنه‌ای دست به گمانی زنی زده‌اند و معمولاً نبض او را با دیر و زود شدن سخنرانی‌ها و دیدارهای او می‌سنجند. درباره سلامت آقای خامنه‌ای آنچه به طور رسمی اطلاع رسانی شده است به سال 1393 برمیگردد. حتی اگر موضوع بیماری علی خامنه‌ای و تهدید کشته شدن توسط اسرائیل نیز جدی نباشد، با وجود مراقبت‌های 24 ساعته تیم پزشکی، تدابیر امنیتی شدیدی که متوجه آقای خامنه‌ای هست، به طور طبیعی در سن 85 سالگی احتمال فوت به دلایل مختلف از جمله کهولت سن بالا می‌رود. به همین امر مسئله جانشینی او را نیز در این روزها اهمیت ویژه‌ای داده است. تا پیش از درگیری‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بحث جانشینی خامنه‌ای مطرح بود، اما اکنون این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. خود خامنه‌ای نیز در جلسات اخیر با اعضای مجلس خبر را به آمادگی برای انتخاب سریع رهبر جدید توصیه کرده است. این توصیه‌ها به گفته برخی ناظران نشان دهنده نگرانی خامنه‌ای از احتمال کشته شدن توسط اسرائیل است. اما چه کسی قرار است که رهبر احتمالی ایران باشد؟ آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 ساله جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدی نام دارند. مجتبی متولد 1348 پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی است. مجتبی نامی آشنا برای مردم ایران در میان فرزندان علی خامنه‌ای است و گزینه محتمل برای
احتمال کشته شدن او توسط اسرائیل هست. حیدری کاشانی، یکی دیگر از اعضای مجلس، کرد که جلسه اخیر خامنه‌ای با اعضای این مجلس در فضای شهادت برگزار شده و حاضران به گفته او در این جلسه گریه کردند. این عضو نقل کرده که خامنه‌ای گفته است اگر من نبودم خیلی زود رهبر جدید را انتخاب کنم. نوع نگرانی از قیام مردم در نبود خامنه‌ای و افزایش احتمال سرنگون نظام در قیام مردم، در عین زمان انتشار نامه فوق محرمانه شهردار تهران درباره درخواست رئیس دفتر بیت رهبری که خواستار خالی کردن محل دفن شخصی در کنار مقعد امام خمینی و افزودن جزئیات ظریفی در این نامه مبنی بر چگونگی صلاحیت حسن روحانی نیز برای عضویت در است. صادق لاریجانی، رئیس کنونی مجتمع تشخیص مصلحت نظام نیز حتی از راه یافتن به مجلس در آخرین انتخابات باز ماند. هرچند مشخص نیست چه کسی به عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای شانس بیشتری دارد. اما مشکل اصلی نظام نه تعیین جانشین خامنه‌ای، بلکه بقا و ماندگاری در دوره‌ای هست که با ریاست جمهوری مجدد دونالد ترامپ و افزایش درگیری‌های جمهوری اسلامی با اسرائیل هر لحظه با خطر جنگ، شکست در جنگ و احتمال روزمره خود مانند تحمیل حجاب اجباری و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت ناراضی و خشمگین هستند. علی خامنه‌ای با وجود چالش‌ها و بحران‌های داخلی و بین‌المللی که این روزها با